درود عزیزان دل که شما تشریف آوردید، وقتی گران خود رو دریغ نداشته آمدید اینجا برای واخوری. تشکر میگویم از همکرسان عزیزم آقای مراد رازقوف، قالب جان اسلاموف، همکاران عزیزم اینجا نشستند، قربانی صابر، اعظم جان رازقوف و جهان نازنین من که حضور دارند. از هر یکی شما منت دارم. من میخواهم درباره پدرم گویم. پدرم هم در مملکت ایران در سیستان یک ده به نام اسکیل که نزدیکی زابل است، یک دختری را دوست می‌دارند با نام گلشاه و همدیگر را دوست می‌دارند. این پدر دختر رضایت نمی‌کرد. این هر کجای همین خیلی قصه ها هست که پدر دختر اصلا راضی نمی‌شود. پدرم شبانه اسب زین میکنن و از همون اسکیل یعنی دیار خودشان میرن تا مشهد میرن و میگن که من میخوام سرباز شوم. خلاص سربازی داخل میشن و بعد 2 سال با ترکمنای ایران جنگ میکنن. برای چی؟ برای اینکه ترکمنا باج نمیدادن و دخترای ایرانی ها مثلا میدوزیدن. خب برای این شاه خلاص امر میدید که با اونا مثلا جنگند، یک کمی لجامشون کشن. 2 سال پدرم اونجا خب همچون سرباز می جنگن. بعد از اون ابوالقاسم لاهوتی و چندین گنرال ها بعد شروع میکنن تبلیغات کردن که ما میخوایم دولت مستقل باشد که نه شاه باشد نه گدا مثل دولت شوروی، همین یک دولتی برپا کنیم. پدرم از بس که سرباز بود اطاعت میکرد اون افسرهایی که میگفتن. خلاص مقابل شاه میجنگن، چندین شهرها مثلا شهرهای میگیرن و بعد از اون شاه کمک میخواد از دولت انگلستان و دولت انگلستان هواپیما شروع میکنن بمب باران کردن این عسکرایی که شورش برداشتن مقابل شاه. اینا عقب نشینی میکنن. ابوالقاسم لاهوتی نامه می نویسد به استالین که ما چیکار کنیم، وضعیت ما هم خیلی خراب است. استالین میگوید که شما برگردید ترکمنستان. آنها برمیگردن، چندین هزارها جوانها و اشخابات و چندین مدت در اشخابات میمانند. از بینشون که خب معلومات عالی یا که میانه داشتن 73 نفرشون هم میفرستانند تاجیکستان که اونا چندین نفرشون آقای سیروس و دیگران در سکه کار میکردن، در رادیو تلویزیون، در خوجند، در کولاب، خلاص تقسیم شدن. بعد نصرت الله مقسوم دعوت میکند، میگن که حسن غلام شما مثلا سواد دارید، رفته در ریان کویبشف مکتب کشو. پدرم میرن اونجا حشرکی خلاص مکتب میکشوین و همچون معلم درس میچند. بعد از اون قزل قلعه، افسوس که اشور محمد غلاموف نیستن در این زادگاه اشور محمد غلاموف، اونجا به معلم میشوند. وقتی که اشور محمد غلاموف خواهرشان شوهر کرد و ایشان دعوت کردن، رفتیم اونجا. بعد یک معلمی که پدرم به اون کس درس میدادن خیلی نگاه میکردن، اخیر عاقبت آمدن نزد من نشستن و بعد سوال کردن که میبخشید همین حسن غلام شما با یگان خویشگری دارن می؟ بعد من گفتم پدرم. بعد این مسافر خیلی آغوش کردن، بغل کردن و بعد همین تاریخ نقل کردن. خب اینجا یک قسمتی بود بابت پدرم که بعد برگشتن چوزی، الاکی، خوجی درس میگفتن و همون دوره ها بابا و بیبی مادری من خیلی یک کمی ثروت داشتن، خیلی گفتن بای این کسو گو و مال داشتن. بعد یک 3 نفر می نویسن که این بای گفته، کلک گفته، خلاص سیبیر میفرستانند. من نه
بابای و بیبی پدریم دیدم، نه بابای و بیبی مادریم. و مادرم 13 ساله و برادرشون تقای ظهور یک کمی بزرگتر. بعد میگم که معلم همین خواهر که من گشنگی نمورد بیت همین خواهر من گیرید. خلاص اولادار میشوند و بعد شهر نو میکوچند و همه ما تولد میشیم در آنجا. 8 نفر، 4 خواهر و 4 برادر. و قبل از این البته یک برادر و یک خواهرمون وقت کودکی وفات کرده بودند. اون وقت دکترای هم اونقدر زیاد نبودن، ولی 8 نفر با تربیت پدرمون مادرمون بزرگ شدیم. پدرم خیلی شخصی فهمیده بودن، همیشه کتاب میخوندن، همیشه، و برای ما قصه های خیلی جالب میگفتن و فقط نصیحت میکردن که من اینجا کسی ندارم، فقط شما خوانید، صاحب علم شوید، دانشگاه ختم کنید. و خوشبختانه همه ما تحصیل کردیم. اپای فاطمه غلام و ساجده غلام و خواهرای ارشدی من در مسکو خوندن، من هم همچنین، برادرم مظفر و دیگر خواهر و برادرها همچنین. و متاسفانه حالا 4 نفر ماندیم، یک خواهرک هم گلبهار و برادرم شهریار و بختیار. خب این قسمت تمام شد. حالا برمیگردیم به قسمت خودم که 15 فوریه 1947 تولد شدم در شهر نو و از کودکی شوق داشتم برای آوازخوانی. سرود میخواندم در مکتب، خیلی شوق داشتم. بعد از صنف 7 آمدم آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه که در آنجا من شناس شدم با تقای مراد رازقی، برادری عزیزم، و ایشان نی می نواختن، خیلی ماهر بودن در نی نوازی. من قبول نکردم، گفتن که شما کودک هستید، حالی 13 ساله، این ما وکل قبول میکنیم از سن 18 سالگی. من گفتم خب چیکار کنیم؟ بعد آخر عاقبت گفتن شما همین اسکریپت که تحصیل کنید یک چند سال بعد میگذرونیم، 18 سالگی شدید میگذرونیم. ساده بودم، منم باور کردم. خلاص 2 سال اسکریپت که می نواختم، تقای مراد نی می نواختن، ما با هم دیگه خیلی مشغولیت میگذروندیم. بعد من مریض شدم و من فرستادن قریم. یک 8 ماه من آنجا بودم و از بس که یک کمک آواز داشتم، نمیدونم حالا آوازم خیره است البته. بعد یک پیرمردی بود و اکاردیون می نواخت. بعد دید که یک کمی آواز دارم. بعد سرودهای رابرتینا لارتیا به زبان روسی من حفظ کرده خلاص میخواندم. بعد سفرهای هنری داشتیم با یالتا، سیواستوپل، سیمفروپل میگشتیم، ساناتوری ها. به خاطر همین آواز یک 8 ماه نگاه داشتم و برگشتم به دوشنبه. بعد این دکترها گفتن که آخر اون وقت استیپندی پول نمیدادن، فقط خوراک میدادن. با آنهایی که از دیدام بودن مثل دوملا تقای مراد رازقی، با اینا مسکه میدادن، باز علاوه کیمچی ها میدادن. خلاص من گرسنگی میکشیدم. بعد دکترها گفتن که بهتر است روید نزد پدر و مادرتان، مکتب تمام کنید بعد داخل میشید. برگشتم، باز ادامه دادم. یکی بار من قبول کردن به صنف 10. انا که تصور کنید صنف 8 من نخوندم، صنف 9 نخوندم. یک بار صنف 10 دیگر برای من خیلی سخت بود. یک رفیقی داشتم دولت علی، انسان به نهایت خوب. ما نیت داشتیم که زبان عربی یعنی شرق شناسی داخل شویم. بعد وقتی که آمدم برای قبول هم دانشجوی برای گیتیس یعنی دانشگاه هنری شهر مسکو، بعد اپای فاطمه اپای ساجده گفتن که وای مسکو میری تو، آخر چیکار میکنی؟ هم عربی هم چیزا اونجا اگر روی اگر با هم عربی هم میخونی. خلاص نصیب بود است، رفتیم 5 سال همراه این عزیزان غالب اسلام، تقای مراد رازقی، شادی سالی، گلسره عبدالله و انا بردی مینگبویف، اشور محمد غلاموف، سلطان شاه مقدموف، دوستی عزیزی من. بله همراه تحصیل کردیم. 2 سال اول همراه تقای مراد رازقی در یک اتاق
ما خیابان‌های می‌رفتیم همونجا زندگی می‌کردیم در یک اتاق علاهیده اشور محمد غلامов بودن خب این 2 سال گذشت بعد سال سوم من شبانه تلگرام می‌کشوندم 1 سال بعد 4 کرسی بعد باز قراول بودم در پوچتا بعد ماه مرد این خداوند این عذابای من شنید یا که کاستینگ شد در فیلم قصه زندانی پاویاک و خلاص من قبول شدم و کوتاه کرده میگویم دیگر ما در لیتوا لاتویا استونیا با همراهی روحشان شد اکای رجب حسین این فیلم ثبت کردیم گرفتیم و برای این فیلم یک 2000 سوم اون وقتا که خیلی پولی کلانی بود نمیدونم دلار 62 تین بود 57 بله و این پولی خیلی کلانی بود بعد همون پول 5 کرسی کار نکردم دیگر بعد به همون پول اویله دارم شدم یک کمکش بجا کردم او پول قطعی میگم ما لنینگراد رفتیم مردمون یک جا بعد لیتوا رفتیم بله من شما بردم تقای جان پول راحت کردیم خیلی راحت کردیم خلاص بعد از اون دیگر بعضی فیلم ها شروع شد از بس که تئاتر جوانان نمیگذاشتن که من روم فیلم برداری خلاص یک مدتی بود خیلی سختگیری میکردن تا حتی در این فیلم بقا صادقов смерть گردباد و فیلم والیر اهدف با مجاری‌ها که گرفته بودیم اجازت خواستن از وزیر فرهنگ نور تبرف روحشان شاد باشد که نور تبرف خودشان آمدن از سرریزیسور تئاتر اجازت گرفتن گفتن که آخر مانید رود چون که برای رئیسور گفتن که تا کی ما فقط اکتور ازبک گیریم اکتورهای خودمان هست و خوشبختانه در این فیلم ها شرکت کردم و دیدم که یک کمک دشوار است و سخت است بعد ظفر جوادov دعوت کردن تئاتر لختک گفتن اسفندیار همکارش خودمان دوست خودمان گفتن بیا هر وقتی که خواهی رفت سیامکه کن این فیلم ولادیمیر ماتیل راستانیم چه پاکه خروشه یک وقتی ماتیل انتخاب کردن یک نقش تاجر یونانی افکسنت ایلیادیس خلاص رفتیم اونجا کابردینا بالکاریا چیگمسکی اوشیلی چندین جا سیامکه کردیم یک صحنه خیلی دشوار که بالای برف با من تگ لباس تگ قطی میدوم پسرم نگاه میدارم که وای از عقیب قهرمان نرود خلاص همون صحنه میگرفتیم قهرمان پلیسا کافته ایستادن و پران من میترسم که تیر نرسد به پسرم وقتی که قهرمان اسبش 6 تو رفت این پسری من دوید من از عقیبش دویدم و قبیدم نگاه داشتم چی سخنی که بود در فیلم باید من میگفتم همش گفتم این ماتیل هیچ استاپ نمیگوید در فیلم همین خلاص که تو استاپ نگوید رئیسور باید ادامه دهی بعد من از خودم علاوه کرده هر چی که دلم بود دیگر گفتم آخر استاپ گفت خیلی آمد آغوش کرد همه قرصک کوبی کردن آمدن در طلوپ گفتن پرستن در قهوه آوردن قهوه گرم بعد این ماتیل خانهش دعوت کرد خلاص ماتیل دعوت کرد نشستیم گفت یا очень доволен вашей игрой я напишу характеристику вам اون وقت характеристика می نوشتن از روی کدام کارگردان چه характеристика می نویسد ставки شما بالاتر می رفت غالب جان می دونن همین خیلی ставки من بلند شد برابر عطا محمد جانو من خیلی به خدا برام باعث فخر بود فیلم قصه زندانی پاویاک یکی از نخست فیلم های می باشد که شما در دوران دانشجویی در این نقش بازیده اید می گفتید که چگونه به این فیلم دعوت شده اید وقتی حالا امتحانات در پیش بود ماه مرد خلاص خیلی میدونید هر یک فیلم باید
کورس چهارم بود. یک چندین نفر هنرمندای اکتورای مثلا میسنجند، اگر موافق بود خب کارگردان قبول میکند. و اون وقت دوره شوروی حتما نه اینکه دوشنبه ما کیناستودیوی ما، بلکه مسکو هم میدیدن که همون موافق باشد اگر اکتور قبول میکردن. خب قسمت بود است که خدا رحمی من خورد و خلاص این فیلم دعوت شدم. بله، وگرنه با پنجم کورسی هم کار میکردن. البته این فیلم اول بود، من اونقدر تجربه نداشتم و رئیسور ما صحبت حمیدوف بهترین هم انسان هم کارگردان خیلی فهمیده بودن که در مسکو میخوندن، در بیگ. قبل از این یک فیلمی گرفته بودن، استریچ استار میچیچی، یک فیلمی وسترن. بله، خلاص این فیلم ما نقش خودمون رو بازی کردیم، در لیتوا، لاتویا، استونیا این فیلم گرفتیم. جالبی در این است که افسوس امروز هم خدمت‌های من نآمدن. 73 سال وقتی برگشتیم ما به صف حربی دعوت کردن، من افتیدم در یکی از چست‌های قزاقستان، اتر گفتن اینجا، یک چست مخفی که زیر زمین میلیون این از سناریادهای پتورس که یک دانهش برابر یک ماشین بود می‌ایستاد. خلاص خوشبختانه یک روز پیش همین فیلم قصه زندانی پاویاک در همون چست نشان دادن. بعد افسرای اون چست دیدن که منم یکی از هم خدمت‌های دیگر با دوستان شناختن و این فیلم باز دعوت کردن، آوردن. خیلی گفتن که شما نقل کنید درباره این فیلم. من نقل کردم که در کجاها سیام شد، چی شد، چی نشد. از بین این افسرها یک افسری بود، کاپیتان دوباونکا، که نامش هم فامیلش هم به خودش موافق. آخر فیلم که ما میپرانند، خلاص ما تیر میخوریم همراه رجب حسین. از من میپرسید، سوال میکرد که рядовой Гулямов, вот скажите, пожалуйста, вас же убили, вот это фашист сверху с автомата, вот прям стрелял вас, и решето вот так, у вас вот вы в крови упали, умерли, как вы ожили? Я говорю, знаете, это работа пиротехника, вы знаете, это от него все это зависело. Нет, подождите, вы не поняли меня, не поняли. Подождите, вас же убили. Ну как, вытащили эти пули? Или как это? Мы говорим, нет, все нормально. Я вот объясняю вам. Нет, подождите, вы расскажите, как вытащили эти пули. Хуни джигар карт ҳар рӯз мепурсид. Баъд акнун рӯзе ки аввалин маротиб мо аз автомати ҳақиқӣ бояд паронем мишем буд. Рафтем, вай мегуд ки ҳамон ҳамаи мо акун новобранцы мегӯн русо. Мегуд ки вот рядовой Гулямов многих немцев убивал. Мегӯм, эх худо, ин чӣ шуда? Ман баъди ҷанг таваллуд шудам, ҷанги бузурги ватанӣ. Ин як афсонаҳо гуфтааст. Мегӯд, вот сейчас посмотрите, как он будет стрелять. Баъд гуфт рядовой Гулямов занять позицию. Хулас ман ба ишкам хӯрдам. Автомат дастам ба хай. Пли парондам. Ба бахти бади ман ин расид. 10 ба 9, 8, хулас расид. Ин дар вот, я сказал вам, вот как надо стрелять. Рафт командир част ба Валяев ба доложит кард. Дара ман ба звание додан ефрейтор. Баъд старший стрелок. Анакун ман старший пулемётчик. Тревога мешад, ино автомат қати медаванд. А ман ин исқоти вай пулемёт ҳамаш оҳан аст охи. Вай аз ман вазбинтар охи. Ҳамин ҳақ. Фақат мегуфтам худо гирад ҷони ин капитана ки ман акун ба ин бад бахти бад гирифтор шудам да. Ҳар вақти тревога ман ҳамун пулемётам мегирам, медавам оҳана. Ана хел ҳодисаҳо ин аз курси мо якумин шуда исфандиёр дар
4 کورسی در فیلم کرام حجم اشتراک کرد. باور کنید ما هممون حسد بردیم اسفندیار با، چون که اون دوره‌ای بود که هر کس اگر در فیلم این یا اون فیلم دعوت شود و تصدیق شود، این یک برد لاتاری برای این بود. همه شما من قدر کنید، در آینده اگر هنرمند شدن خواهید یعنی قدر کنید، بسیارتر مهنت کنید، چیز کنید، با همین درجه میرسید. سلامت باشید. استاد شما قریب در همه تئاترهای کشور فعالیت کرده اید، مثال تئاتر روسی، تئاتر لختک. اصلا شما رو چی وادار میکرد که از یک تئاتر به تئاتر دیگر روید؟ محیط رو دیگر میکردید یا اینکه هنرتون رو سیقل میدادید؟ وقتی که اینجا جنگ شهروندی بود و دوران جان علیمتov همکورسی ما، خدا روحشون شاد باشد، بنیاد همه ما دوست می داشتیم، از همه خرد بودن اون کس، دیرکتری تئاتر کمال خوجندی بودن. بعد به من گفتن اسفندیار خب اونجا نوتینجی از دوشنبه، بیایید اینجا هم تئاتر از کمال خوجندی، بیایید همراه کار کنیم. حالا که من دیرکتری همین تئاتر هستم، شوخی منم رفتم. خیلی استقبالی گرم بود از جانب هم دوران هم سایرم ایستایی و دیگر دوستان. خلاص قبول شدم و 15 یا 16 سال من موندم اونجا. خلاص همسایه گفتن که بهتر که برگردید. ما آمدیم، باز صاحب خانه شدیم. بعد رجب حسینو گفتن که اسفندیار بیام تئاتر مایاکوفسکی کار کن. بعد عبادالله مشرب اگه ما رفیقی بودیم یک تئاتر جوانان کار میکردیم، گفتن که اگر که تئاتر لاوتی نبیایی، اگر دیگه عمری بود من قطعی تو گپ نمیزنم. خیلی آمدم تئاتر لاوتی که با این عزیزان من آشنا شدم. استاد قربانی صابر خیلی دوستی عزیز، اعظم جان که همیشه ما دوستای خیلی نزدیکیم. دیرکتری تئاتر مایاکوفسکی اون وقتا میرزایف، سهراب میرزایف و تئاتر لختک هم دعوت کردم و من رفتم در 3 تئاتر کار میکردم و از 3 تئاتر حقوق میگرفتم و خیلی خوشبخت بودم که پولم بسیار شد، مثلا میتونستم دوستم میمونداری کنم. خلاص همه خیلی دیگر در تئاتر مایاکوفسکی هم کار کردم، در تئاتر لختک هم. خوشبختانه با تئاتر مایاکوفسکی ما رفتیم سفر هنری به مسکو 2 مراتب، در المپیاد تئاترهای جهان اشتراک کردیم. بعد در سنت پترزبورگ 2 مراتب، در برست با تئاتر لختک همچنین در گومیل بلاروسیا، در الماتا و غیره و کذا. خوشبختانه با قربانی صابر ما رفتیم اشتراک کرده بودیم در همین المپیاد تئاترهای جهان. بعد دعوت شدیم به آلمان، رفتیم آلمان. استاد سپکتاکل های تلویزیونی که کارگردان نامدار ساجده غلامو به نوار میگرفتند، بله. شما در آنها نقش نداشتید، برای چی؟ خودتان نمیخواستید یا یکی یگان مانع های دیگر بود؟ اپا هم ساجده نه منو دعوت میکردن نه اپای فاطمه از خودشون کلانه. اپا هم میگفتن که ساجده من هم اکتریسه که برای چی منو دعوت نمیکنی تو؟ دعوت کن، میمونی من یک بار من بازی کنم، اشتراک کنم. میگفتن که خیلی آدم ها چی میگن؟ انا که اپاش دعوت کرد یا دادرش دعوت کرد. نه بالاخره من دعوت کردن در یک نمایشی تلویزیونی زوشنکا، بله زوشنکا. همون وقت یک کارگردان ازبک در فیلمش من نقش داشتم. موی سر و ریشم خیلی بلند بود، از اینم بلندتر بود. بعد گفت که اسفندیارکا کنسه فیلم، آخری فیلم ما ریشتون موی سرتون میگیریم. من گفتم من راضی. از بس که سرم تراشیدن با رفتم گفتم پاک تراش کنیتون که سر یلتراز کنم. اما مشق میکردیم پیش از این
با اپای سجده اونجا عبادالله مشرف بودن، خدا رحمتی سلطان شاه مقدم و نصرالدین سویت نوروز و بله. بعد همون روز من سری طرف شدگی آمدم و یا همشون زال به انتظاری من. این گریمیور با یورا با گفتم که پجاست چوبچیک زیست پریکلی. بعد وای خیلی یک مویا گرفت اینجا با چسب ماندو. بعد شلیاپای خیلی پوشیدم، کاستیوم پوشیدم، رفتم. خیلی اسفندیار آمد، گفتن آمد. خیلی سر میکنیم، خیلی سر کردیم. دیگر همین وقت که من از در میدرم و شلیاپای میگیرم و معلوم است که سویت خنده‌اش گرفته بود. خوشبختانه یک مرتبه من در اسپکتاکل اپان شرکت کردم. اویدی همین زوشین که یادم هست که وقتی که شما با همین نمودتون شهر نو رفتید و بیبی روحشون شاد باشد چگونه با این یعنی بها دادن از نقلایی که پیش کرده بودید وقتی که بیبیم شما دیدن بیموی و بریش ترسیدن در حالتی بودن که شما بیمار بر این افتید. همین یک قصهش نقل میکردید. من خیلی پیش از مادرم همین گفتم که فیلمی که گرفتیم بعد موی سرم ریشم تراشیدن. آخر این کینوگی ها مثلا کینوشنیکو یک عادتی دارن، همین موی سر گرفتن یک بهانه شد میگن اسفندیار یکم مراتب خانه شما رویم، من همین سبب میشد خانه اتون رویم. بعد من گفتم خم مایلش سرم تراشیدگی ریش نیست. آمدم خانه همراه من رئیسوری فیلم، بعد یک نقاش که دو تا پورتریت کرد در همین فیلم قهرمان و باز کسی بود. خلاص آمدیم خیلی من تق کردم خیلی بگاهی تاریک آیلم در کشودن و همین افتی من ندیدن و در پوشیدن. من گفتم کشای در آخی یک فاصله بود که ایستادن که این کی هست آخه چی هست. بعد من گفتم من آخه اسفندیار کشای آخه من میهمانو خطی. بعد کشودن وی نخواه همین قدر افت شما خنک باشد. بعد من گفتم من همینا گناهکار، من همینا هم کار کردم. خلاص در اومدیم شدیم و خیلی ضیافت دادم اونا رفتن. مادرم هم ترسیدن از این افت بشره من که آخر در حقیقت مثل بیمار برین که آخر عادت کرده بودن که باریش دیدن با موی سر. یک جوانی خیلی کمک حسن داشتیم اون وقت، حاضر نداریم متاسفانه. بعد گفت تو به چی شد بچه که من؟ بله جان چی شد؟ کسان میتون؟ من گفتم نه چه آخر خیلی همیخه کینو به من همیخه گرفتن موی سرم ریشم گرفتن. میگه در حقیقت من خوبم؟ نه. میدونم که همه ما مادر داریم. مادرها چقدر عزیزن. باور کنید مادری من خیلی خیلی عزیز بودن، چون در عائله این جانی نازنینی من میدونن که برادرای من یک گوشت و پوست دارن، یک کمک آخر با هیکلن. در عائله تنها من هم خیلی لاغرم. وقتی که مکتب میخوندیم، مکتب خیلی نزدیک است به ما، یک تنفس 15 مینوته میشد. اما مادرم برای من که لاغر بودم که این بچه کم جان گیرد گفته همه وقت گوشت بریان میکردن و بالای تاقچه میماندن که وقت من بیام گوشت بریان خورم و یک کمک جان گیرم و دوام روم باز درس. همیشه همین کارم میکردم. بعد این خواهر و برادرای من که از من پایانتر بودن اونا با خبر شدن، خیلی دعوا کردن نسبت مادرم. گفتن خشمان خدا با شکر نغزتان خیلی خوب، لیکن همین آخر بچه هم خراب و لاغر است. آخر همینا که کمک جان گیرد. گفتم خچی ما هم جان گیریم، ما هم فرزندای شما که آخر همین خیلی. این هم یک قصه.
аз даврони ошиқиҳою шиносиҳоятон бо ҳамсаратон каме ёдовар мешудед ки чӣ гуна хати зиндагиро бо ҳам пайвастед? ин саволи хеле вазнин. вақте ки ман аз Москав омадам ва бо ин азизони дил Тағои Мурод Розиқов, Ғолибҷон Исломов, мо дар театри ҷавонон, аввал дар театри кӯҳнаи ҷавонон кор мекардем. ман бо ҳамсарам, бо падару модари он кас шинос будем, чунки азбаски падарашон эронӣ буданд. хонаи мо меомаданд, мо хонаи онҳо мерафтем. яъне ки хонаи Раҷаб Ҳусейнов, акои Раҷаб, хонаи якдигар мерафтем, меомадем. ман хеле хурд будам ки мешинохтам. баъд аз оне ки он кас донишгоҳ хатм карданд, он кас забони французӣ тамом карданд, донишгоҳи омӯзгорӣ, ва ҳар бори ман мерафтам театр, мо рӯбарӯ мезадем, фақат салом мегуфтам, мегузаштам, мерафтам. ҳар бори ҳамин ҷур такрор мешуд. ман мегуфтам э худо, ин духтар ё мана мепояд, ё ки мақсуд ки мо рӯбарӯ занем. як маротиб вақте ки филм омода шуд ва мо омадем, мо театр кор мекардем ва ба ман гуфтанд ки нахуст намоиш мешад дар хонаи кино. хонаи кино он вақт дар чиз буд, сафинаи пештара. бо во хӯрдем. хулас ман гуфтам ки мебахшед, мехоҳед биёед ҳамин филма тамошо кунед? майлаш гуфтанд. баъд ҷиянашон қати омаданд, филма тамошо карданд. баъд аз филм Борис Кимягаров муаррифӣ карданд ману Аки Раҷаба, масалан коргардони филма, онҳое ки саҳм гузоштанд дар филм. баъд бояд банкет мешуд. мо биромадем аз хонаи кино, бинем ки оилан боно хонум истодин бо ҷиянашон. ман гуфтам чӣ хела кун, ман даъват кардам, бояд гусел кунам. Аки Раҷаб гуфтанд ки хай мо худошон меран, охи мошин бисёр ка охи. ман гуфтам Аки Раҷаб хуб намешад, аз рӯи одоб нест. баъд гуфтанд банкет мерем, ту мефаҳмӣ, банкет мерем. гуфтам Аки Раҷаб шумо равед, ман намерам, илтимос. баъд рафтам гусел кардам. баъд апаи Фотима ва апаи Соҷида, баъд ино сабаб шуданд. ино вақте ки меран, падарашон заргар буданд, яке аз беҳтарин заргарҳои дар Душанбе. мерам хонаашон, баъд хай падарашон ба мегӯянд ки кадом чӣ ҳалқае дуруст кунанд. баъд мебинанд ки оилаи ман хай мегӯянд бону ҳамин хел мекардимӣ, чӯ шавҳар намекунӣ? баъд оилаам гуфта бошанд ки хай Исфандиёр охи мана писанд накунад. ман ба масалан аз кӯдакӣ маъқул будан Исфандиёр. гуфтан хай майлаш, мо илоҷаша меёбем. омадан ба ман гуфтанд ки Исфандиёр рав, хай ҳам духтарака бин қатиш гапсан. ман гуфтам хайр чӣ мегӯм охи апа? хай гуфтанд ки ту актёр охи, хай гап мезанӣ охи. хай хулас ман рафтаму гуфтам ки ман шумо бо кор доштам. гуфтам ки баъд аз 10 дақиқа корам тамом мешад. баъд аз 10 дақиқа биромадан берун ва ман фақат мегуфтам ки афсӯс, ҳамин актёрҳо ҳамашон бадбахт. ана худатон фикр кунед да. моҳош қати меран сафари ҳунарӣ, зан танҳо мемонад, ё ин ки сиёмка меран 2 моҳ 3 моҳ, ҳамин негӯянд да, он кас негӯянд, ҳеч намегӯянд да, на ҳа на не. хулас ҳамин хел дидам ки не он қадар духтари хубан, охир тарбияи хуб гирифтагӣ. баъд гуфтам хай, ман гуфтам ки хай агар ки хостгор фиристонем, шумо зид не? бозам хомӯш. хай гуфтам хомӯшӣ хай аломати ризо аст шояд. хай падарам як маротиб омадан, падарашон не гуфтанд. баъд бо амаки Беҳрӯз рафтан, ин дафъа гуфтанд ҳа майлаш. омодаи тӯй шудему, баъд хулас издивоҷ кардем. дар ҳамун хобгоҳ дар як хоначак
بعد زندگی میکردیم. دو تا فرزندای اول، دو تا دخترم همونجا تولد شده بودن. بعد خانه دادن، بعد پسرم در این خانه نو تولد شده. خلاص انا خیلی یک خدا رو شکر 53 سال است که 53 سال است که ما زندگی داریم. اینقدر من طاقت کردم. اگر به شما این امکانیت غلطت که یک بار دیگر جوان گردید، خط زندگی خود رو دیگرگون میکنید یا نه؟ با فکرم باز همین هنرپیشه میشم. شاید که این دفعه اگر که بیایم بیشتر در فیلم نقش آفرم، در نمایش های تئاتری، به شرطی که کارگردان ها طلب کنن و دعوت کنن. پیش از سوال من میخواستم که اظهار محبت کنم استاد عزیز. یعنی نمیدونم، یکی از همون کودکایی که در کودکیش همین نقش شما را قطعه اکای رجب دیده و افتخار کرده کلان شده است منم. واقعا هم این من نمیدونم بچه ها حاضر شما چگونه تصور میکنین اون وقت در اون زمان مثلا دیدن این فیلم و بعد آیسته آیسته یکم بار من مثلا دیرتر وقتی اکای اسفندیار رو دیده بودم میخواستم با چقرتر بینم، میگفتم چه خیلی همین آدم اون دستای بریلیانتی که در فیلم هست و میبینن و اون حرفایی که درباره اینا آلمانی ها نمیس ها گپ میزنن، اینقدر باعث افتخار بود. و من خود من خوشبختترین آدم حسابم که یعنی تقدیر خط زندگی من رسید به خط زندگی شما. ما از همین دوشنبه تا پاریس رفتیم، کجاهایی که نرفتیم، در کنار شما نان خوردیم، چای خوردیم و شما اجازت دادید که در هوای خنده هاتون بخندیم. تشکر به شما. سلامت باشیم. فراموش کردم گویم که سجده غلامова به فکرم یک برنامه کودکانه بود. الفبا جان الفبا بود، به فکرم خطا نکنم. ولی جان بودن و شما در اونجا نقش داشتید و استادم نیز نقش داشتن و همین از کجا پیدا شد؟ یکی دو کسی شما یک چهره هایی که من در فکر و خیالی فکر میکنم یکم کس نبود که شما غیاسک و پیوزک شویدم. خیلی هست یا نه؟ یعنی این نقشه جالبی بود که من کودک بودم و در تلویزیون در آینه نیلگون وقتی که تماشا میکردم راحت میکردم. باور کن همسال شما هستم و منم همون زمان به خدا انتظار میشدم که که همین غیاسک و پیوزک. بله همین برنامه آغاز میشد. کمی درباره همین شما یک نقل میکردید. خب اگر من اول شما نه اول شما از من کلام کجا شما گپ زنید بعد من لوا میکنم. ولی جان کارگردان تلویزیون پیشنهاد کردن به ما که چنین یک برنامه هست بقازاده یک افسانه نوشتن. بعد ما دعوت کردن گرد خودشان که ما شدیم، من پیازک شدم و ایشان غیاسک قندلات خدا بیامرزد صاحب سلطان علی نظر و سامیحه معلمه اپای ساجده عجوز کمپیر. هیچ خطا نکردن؟ همش توپ دروغ. درسته ماجا. خب شروع کردیم، این بنوار گرفتیم و در حقیقت یک برنامه خوبی بود چون که کودک ها حرف یاد می گرفتن. خب یک افسانه زیبا می دیدن. خیلی خوش بود. راستی که ما برای پولش هم نمی رفتیم، برای ذوق هم کودک ها می رفتیم. دیگه شروع شد از یک برنامه به برنامه دیگر. همین خیلی پیشرفت کردیم. راست بیرون با میشناختن ما. وقتی تقوی مراد خطی می رفتیم غیاسک میگفتن پیازک. بعضا خیلی من هیچی نمیگفتم لیکن تقوی جان یک کمک دقلی میکرد که خیلی
آخر عزت نفس آدم به میرسد نمیدونی کدام ابرازی که بازی کنی میبخشد میبرای کوچه به همون نام خطیب تیا نام میگرن او خیلی نمیگن خیلی ایجادکار های بعد یک مراتب من بیمارستان بودم بعد با یک مرد صحبت داشتم از پایان یک زنی برآمد گفت در آوازتان بمبرمه من گفتم برای چی من این خیلی آخه میگفت من همون دختره که بودم که یک بیرق کشیدم یک قایقچه کشیدم یک چیز شما منم قد تعریف کردین که من نمیدونم 5 ساله 6 ساله بودم من خیلی همین خیلی تعریف کردین من گفتم یگان بار حیاتم ببینم همین پیازکه که هرچی خیلی انا دیدم شما را موفقیت اساسی همین نمایش از چی عبارت بود؟ از آن که ما بسیار اتفاق بودیم بسیار دوست بودیم بسیار همین یک چیز به میچسبیدیم بسیار با تمام دیگر چیزا اهمیت نمیدادیم فقط فکرمون همون بود و باور میکنید 7-8 تا 1200 1300 تا مکتوب میاد تلویزیون تاجیکستان با از همه نمایش بهترین همون حساب میشد و تا حاضرم مردم میگن بسیارش میگن شما من گفتم قیاس پیاز بدیم حاضر تربوز شدیم نه اسفندیار جان یک سوال دارم جورم من میدونم که همین اکتیور همه وقت در دست رژیسور است کارگردان است من میگم که همین قدر رژیسور تئاتر رژیسور کینو رژیسور تلویزیون قطعی که کار کردید کدام این همین قطعی خوب بود نقش آفریدن تقوی مراد همشون خوب بود از هر یکی اونا یک چی میگرفتی البته برای من شخصا مصطفایف کارگردانی که از تاشکند آمده بودن دوشنبه و در تئاتر کهنه تئاتر جوانان 4 نمایش گذاشتند میگفتند که بچه‌ها اینا برای شما میگویم دانشجویای عزیز میگفتند که اکتور باید از عهده همه نقش ها برآید نه وابسته از آن که باید فاجعه است یا که مسکه است مادامی که 4 سال یا 5 سال تحصیل میکنید شما باید این دیپلمی که میگیرید باید از عهدهش برآید و ایشون 4 نمایش گذاشتن یکیش دلشاد که غالب جان و همه ما شرکت داشتیم که در اونجا اگر خطا نکنم یک 5-6 نقش بازی میکردم منم ستاره راهنما جرأت کردم مثلا 2 نفری که حالا ما خام بودیم جوان بودیم تازه از مسکو آمدیم هم تقای مراد رازقov و هم قربانی حامیدov اینها را دعوت کردن که اینا نقش لینین بازی کنن در آن وقت این جرأت رئیسی را بینید که گفتن 2 نفر دوبلور بازی میکنن و اصلی بدردین برهانوف می آمدن خب هر حرکت های نشان میدادن میگفتن بچه ها اون ابراز از خود کردن و این نقش آفریدن به درجه عالی و خوب خیلی هم خوب و بعد گذاشتن افسانه منوک شکارچی منوک شکارچی نشستن اینجا غالب جان اسلاموف و در نقش اکن شاه دختر قریب همه اکتریس‌ها که کار میکردیم یک کاستینگ گذراندن به طور خودشون آخر عاقبت یکی منو دیدن گفتن تو برای چی اجرا نمیکنی اما یک صحنه من میتونم اجرا کن من گفتم خدا زد اگر که من خدا نکرده اگر که گذرم اگر قبول شوم این ریش گرفتن برای من خیلی سخت است هر باری که ریش میگیرن خون میشه داخل خوبان سالیوف هم اشتراک میکردم شاه دختر رو خلاص همه ما بازی کرد سامیه خلاص من گذاشتم انا بدبختی من سر شد دیگر خلاص این سپکتاکل باری اول در تئاتر من بازی کردم همون روز اون وقت مهربان نظر وزیر فرهنگ کدام نمایشی که نباشد خب کودکانه خب برای کلانسالا
می آمدن. بعد اون کس دیدن که پروگرام نوشتگی شاه دختر اسفندیار غلامov. بعد گفتن که اینجا خطا شده است. خیلی اینجا اسفندیار غلامov شاه دختر، بله اسفندیار همین نقش بازی کرده است. بعد گفتن که کنی جیغ زنید اسفندیار بیاید صحنه. من آمدم کنی با آواز خودت گپ زن. من با آواز خودم که گپ زدم بعد این گفتن ملادیس. این تعریف اون کس بود برای من مثل عنوان. باور کنید گفتن ملادیس. همین با همین نمایش ما تمام تاجیکستان قریب گشتیم. والی در حقیقت اسفندیار جان یکی از رژیسورهای بهترینی که در حقیقت ما در حیاتمون دیدیم این ارگش مصطفی بود، از ازبکستان بودن. روحشان شاد بود و این 4 نمایش ابدالدهر انشالله زنده میمونه در یاد ما، در کتاب ها، در چیزا. روحشان شاد بود. تشکر برای جواب. یک کارگردانی بسیار مشهور ایران محسن مخملباف در یک کتاب گفته بودند که نه تنها آثار بلکه چهره هنرمندان به طور ناخودآگاه تصویر روزگار آنهاست و حالا این چهره که شما هم دارین، من باوری دارم که هر نفری که با شما روبرو می شود حتی بار هم نشیشته باشه، با شما صحبت هم نکرده باشه، اما از این چهره هنری که شما در طول چندین سال ساختین من باوری دارم که ان همون تصویری روزگاری شما را میبینم. یکی از خصلت‌های مثلا بهترین شما برای من این است، یک هنرپیشه مشهوری روس به فکرم خطا نکنم مارینا یرمولووا گفتگی است که اگر هنرمند رو میگه تربیت کردن ممکن نیست اگر که به وی انسان بودن رو اول تربیت نکنی، یعنی اخلاق رو اول به وی نآموزونی و این یکی از صفات‌های خیلی بزرگ شما هست که ما افتخار می‌کنیم از شما. عزیزان دل، بار دیگر من از یکایک حضور شما خرسند و خوشبختم که ما همراه بودیم. امروز صحبت‌های خالصانه داشتیم. تشکر میگم برای حضورتان. فقط میخواهم که در آیند بیشتر کتاب خوانید. فقط برای شما سلامتی، کامیاب باشید، موفق باشید، الهی خوشبخت باشید. میخوام که آسمان تاجیکستان عزیز ما صاف باشد و در تمام دنیا صلح باشد.